بله اپا جان آمادگی مرحمت کنید بیایید ما تا ساعت 8 دیگه اینجا کار میکنیم بیایید اپا جان ما از دیدار شما شدیم مایلش خیر السلام علیکم بیایید خوش آمدید بیایید السلام علیکم خوش آمدید عرضتون کلامتون با من گفتید امروز با آفیس حاضر شوم شما ایشه خوش آمدید خواهر جان مرحمت کنید مرحمت کنید خوش آمدید خوش آمدید ویشه خواهر جان چی شما رو با فبرلیگ بوند؟ برای چی شما خواستید در فبرلیگ بیزنس کنید؟ راستی اکا جان در اویله ما کمی مشکلی هست از وام برای توی برادرم شدن قرض گرفته پدرم آن رو داده نتوانسته ایستادن میخواهم با پدرم کمک رسونم بعد شما قرض برادرت داده ایسته گفتید؟ در کجای برادرت خودش؟ برادرم در روسیه در هوای سرد کمی بیمار شدن باید ما پول کار کردن و آنها را ممکنه که تا تقبل کنم فهمو زیب نشد خواهد جون همش میگذارد خداوند برای بنده هایش همون قدر امتحان میتید که اونها از اونش برآمده بتونن این امتحان رو تو نسبتی سر میکنی هیچ وقت دلمونده نشد من باوری کامل دارم که اگر تو خواهش و حرکت داشته باشی با یاری خداوند در شرکت فبرلیگ میتوانی که هم از خرجات برای هم زندگی بهترینه برای اویله برای پدر و مادرت بسازی من این باور دارم خواهر جان اکای فیروز من به نهایت خواهش زیاد دارم اگر این کارو نکنم نمیشود التماس مرا دستگیر نکنید البته باز اگر من شما درباره امکانیت‌های شرکت فبرلیگ میفهمونم این کار سر میکنیم хорошо اویشه خواهر جان با شما امکانیت شرکت فبرلیگ پسند آمد؟ واه چه خیلی عالی من نمیدونستم که در فبرلیگ این گونه امکانیت ها هست در جایهای ما درباره فبرلیگ در حال گپ میزدن بله میدونی خواهر جان بسیاری آدم‌ها درباره فبرلیگ همین خیلی فکرانی نگاتیوی دارن لیکن این باید که پیش روی شما رو برای پیشروی کردن نگیرن هیچ وقت من با شما باوری کلام دارم شما بزرگید شما میتوانید هیچ وقت فراموش نکنید خواهر جان که این بیزنس برای همه است اما همه برای این بیزنس نیست میشود آدمایی که پیشنهاد شما رو قبول میکنن اونها امکانیت پیدا میکنند که زندگیشون رو عوض کنند اما باز میشوند شخصیت هایی که اونها امکانیت شما رو قبول نمیکنند برای همین هیچ وقت دلمونده شدن در کار نیست اگر شما بیزنس سر میکنید بسیار در راه شما پیدا میشن آدمایی که با شما باور ندارن با خود شما میخندن لیکن شما هیچ وقت دلمونده نشوید این باید که پیش روی شما رو برای پیشروی کردن نگیرد فراموش نکن خواهر جان طلا برای اون که ارزش پیدا کند
اونو از داخل جنگل از داخل سنگ لوی میگیرن کار میکنن بعد ارزشش پیدا میشه و برای اون که ما نیز در زندگی ارزش پیدا کنیم و صاحب اون چیزی که میخوایم شویم ما نیز باید که از امتحانات سنگین گذریم و من باور دارم که تو در شرکت فابرلیک بتوانی که با آرزوهای بزرگ و مقصدهای نیک رسی با پیش خواهد جان. رحمان اکا جان. این جوانی را به یاد آوردن خیلی اگه عصبمون آرام شید این قرض گفتی این خوب نشید عصبمون آرام آیشه جان السلام دادا جان سازه خوبه دادا جان آچه جان من یک امکانیت عالی یافتم از امروز عبارتاً کوشش میکنم با شما نیز کمک کنم که سر قرضامون بتیم واه بچه ای چی بوده امکانیتر خیلی نگفته رفتی سهر قطیق با سر تا دیگان بلو نمانی با ای مرده که سست فلسته دختر ما میخواه یادم ما کنم چی کار میده یکو؟ فابرلیک آچه جان فابرلیک چی بوده فابرلیکش دختر جان؟ با فکرم اینستیتوت معلمه میشه و دختر بود دیپلم نداره چه گرفته باشند شد ای زنکی ساده این فابرلیک بانک های دختر من در بانک کار در آمده مالادیس دختر جان ای دادا جان اوچه جان فابرلیک بانک یا اینستیتوت نیست این شرکت رسمی است که در اینجا بیزنس میکنی پولی کلان کار میکنی در تاجیکستان قانونی کار میکنه آخی دختر جان خمان با یه عذاب نون خوردن مونا پول شد با یه عذاب کار کدستیم با ما ایکی جا $10,000 دیگه قرض میکنم این پولی بانک خودش موندگی با $10,000 دیگه قرض میکنم بیزنس میکنی تو دادا جان تشویش نشین در این بیزنس پول صرف کردن در کار نیست ما همین محصولاتی که این مغازه بازار میخریم همین را فابرلیک میخریم و دیگران را در کماندمون اعضا میکنیم و این را برای خودشان میگیرن تمام اکو چی به ای مگزین ای فابرلیک خریم چی فرق داره اکو آیشه جان در فابرلیک سکیدکا میتین مگزینچی پیش خونه ما نمیتین در فابرلیک پدرکا میتین مگزین نمیتین در فابرلیک محصولات دستی اول میگیریم صفت علا و سرتیفیکت حلال دارد با بینه چی خیلی زور ای بچه ای زور بودای کو فابرلیکر ما او دختر جان
ما در برتیم دختر جان ما امکیات اعضا میکنم با جورام اعضا میکنم این آوچت خودشا مثال با خالات مثال دو گناهشا انشالله دختر جان در برتیم دختر جان در بره بله خیلی دختر جان خیلی احتیاط کن برای کارت دختر جان دستگیری میکنیم دختر جان مالا خیلی نگاه که بچه مالا رحمت باش مادر جان آچه جان من حاضر دیگه نام کتیبا میخورم بعدا میام خونه خب آیشه زنگ بوده است الو پروینه جان ساز خوبی؟ در کجایی؟ ما در تستیار کبام قد سودا بشتگیم تستر بیا ما در نزدیک این کن این رازی ما میرم چیکار کرده ای روز تخرسندی؟ شما کنی چی دیگان تخرسندی؟ اینه دخترو میدونین ما فابریک در کار سر کردم امروز امکانیتاش فهمیدم هم خیلی محقولم شید در سرم پلانای کلام کشیده استم بین شمارم کتیما سر کنین ختم وقتانا یک چی میشوین اویشه دگانجا ما کجا شرایی داریم در خانه عین صابون استفاده میبریم کجا باری فابریک با خریده فروخته بکنیم شرایط نیست زندگی در اویشه جان تو فابریک گفتی ما ایزا کشیدم ای بای تو نخو فابریک بگوی چه خیلی کار چه خیلی بیزنس ای با نمیدونی لیش نمخدم در خانم باری فابریک حتی راه نمیتیم یا شامپونه که مخدم استفاده میبرم 300 سومونه برای هم است اما همه برای این بیزنس نیست پروینه سودابر فراموش نکنید که در زندگی همه چی دائمی نیست شاید کدامی از ما در عائله ثروتمند تولد شدیم و از حساب پدر و مادر فخر کرده میگردیم شاید بعضی از ما در عائله نادر تولد شدیم و همین خیلی به تقدیرمان تن داده انتظار زندگی بهترینیم اما فراموش نکنید که زندگی ما رو غیر خود ما دیگر کس عوض کرده نمیتونه تقدیر از انتخاب ما وابسته است زندگی رنگین و گوارا رو ما خودمان میسازیم با مهنت و حرکت جسارت خود من هیچ دل مانده نیستم از اونی که شما حاضر به بهانه‌ای که گفتید خودتان فریب کردن مرا از راه نزنید اما یک چیز فراموش نکنید که دیگران باید معین نکنند که شما در این زندگی کی میشوید پدر و مادر ما دایم ما رو خورانده و پوشانده نمیتونند روزش میرسد که ما آنها رو باید پروبا و عصای دست باشیم اینقدر مهنت های شب و روزیشان را جواب گردانیم اما شما با این رفتارتان آینده نیکی خودتان رو میسازید زندگی این روز است و ما با رفتار و گفتار عمل و کردارمان آن رو میسازیم خداوند نگهبانتان احتیاط کنید این همون اویشه بود؟ ایره در فابریک چی فرموندی هم که قبا بواری گب زده سر؟ دختره که پر شکسته و کم بغل خیلی جسارت کجایی؟ به فکرم از فابریک